پوتین دشمنان زیادی داره. پس چجوری از خودش محافظت میکنه؟ در این ویدیو به 4 تا از تدابیر امنیتی کرملین نگاه میکنیم. یک دژ متحرک در روی زمین، آشوبی هدایت شده در آسمان، یک قطار شبح که انگار مستقیم از دل یک فیلم جیمز باند بیرون آمده و تاکتیک های فریب پیچیده. اینها با هم داستانی را روایت می‌کنند درباره دولت روسیه و رهبر افسانه‌ایش ولادیمیر پوتین. سلام، من کیا هستم و به یک ویدیو دیگه از رادیو 66 خوش اومدید. از سال 2000 پوتین بیشتر وقتش رو در اینجا در نوو آگاریوو گذرونده. رئیس جمهور روسیه همچنین قسمتی از وقتش رو در این اقامتگاه لوکس در والدی میگذرونه و باور بر این است که صاحب یک ملک باشکوه در کریمه، یک اقامتگاه تابستانی در سوچی و یک کاخ در دماغه ایدوکوپاس هم هست. برای جابجایی میان این مکانها یا شرکت در دیدارهای رسمی پوتین باید سفر کند و دقیقاً همانجاست که آسیب پذیرترین حالت ممکن رو دارد. او شبانه روز با نیروهای امنیتی آشکار و پنهان محافظت می شود. لیموزین زرهی. این ماشین پوتینه، یک لیموزین اوروس سنات. فضای داخلش با امکانات لوکس، چرم اسب، صندلی‌های نرم و یک مینی بار تجهیز شده. اما فراموش نکنید این یک دژ مستحکم روی چرخ است. این صحنه رو تصور کنید: پوتین در راه مسکوست، ناگهان گروهی از مهاجمان آتش می‌گشایند. اما این لیموزین به شدت زرهی است. طوری طراحی شده که گلوله‌های کالیبر بالا و حتی بنا به گزارش‌ها مهمات زره شکن را هم تحمل می‌کنند. گلوله‌هایشان هیچ اثری ندارند. مهاجمان یک نارنجک دستی پرتاب می‌کنند. حتی در اون صورت هم لیموزین دست نخورده باقی می‌ماند و می‌تواند به راهش ادامه بدهد، انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده. مخزن سوخت در برابر انفجار مستحکم شده. لاستیک‌ها ضد آتش و تقویت شده‌اند. حتی اگر هر 4 لاستیک از بین بروند، ماشین می‌تواند به مسیرش ادامه دهد. این لیموزین به طرز باور نکردنی سنگین است، 6.5 تن، اما به طرز شگفت آوری هم سریع، با یک موتور 4.4 لیتری V8 توین توربو که یک سیستم پیشرانه هیبریدی هم پشتیبانیش می‌کند. در 12 ثانیه می‌تواند به 100 کیلومتر برسد و به سرعت 170 کیلومتر هم دست پیدا کند. کابین خودرو سیستم تصفیه خودش را دارد، پس حتی یک حمله شیمیایی هم اثر نخواهد کرد. یک خروجی اضطراری هم برای این ماشین تعبیه شده. این لیموزین فوق‌العاده امن است، اما برای مسافرت‌های طولانی پوتین وسیله نقلیه دیگری را ترجیح می‌دهد: کرملین پرنده. پوتین برای یک دیدار رسمی به کره شمالی پرواز میکنه. او سوار یک هواپیمای ایلوشین IL-96. این مدل در دهه 1980 میلادی در اتحاد جماهیر شوروی ساخته شد. از نظر فنی مدلی قدیمی محسوب میشه. هواپیمایی که دارای 4 موتوره. هواپیمای پوتین به کرملین پرنده معروفه و برای بیشترین راحتی ممکن تجهیز شده. دارای اتاق خواب، اتاق کنفرانس، یک باشگاه ورزشی و یک فضای صرف غذاست. کرملین پرنده سیستم ارتباطی پیشرفته مخصوص به خودش، یک سیستم دفاع موشکی و یک کپسول فرار اضطراری داره و به طور معمول توسط جت‌های جنگنده هم اسکورت میشه. گفته میشه کرملین پرنده فقط یکی از 4 هواپیمای یکسان ریاست جمهوریه. هر بار که پوتین برای یک مأموریت به خارج پرواز میکنه، هر 4 هواپیما همزمان با هم به پرواز در میان، اما مسیرهای متفاوتی را دنبال میکنند و همین ردیابی دقیق مسیر حرکت پوتین رو دشوار میکنه. هرچند دشمنان همچنان میتوانند با رادارهای پیشرفته هر 4 هواپیما رو رهگیری کنند و شاید هم اونا رو همزمان مورد هدف قرار بدن.
به همین دلیله که پوتین یک قطار هم داره. اگر این قطار رو در حال حرکت در روسیه ببینید به زحمت متوجهش میشید. شبیه یک قطار معمولی روسی است، خاکستری با نوارهای قرمز. اما اگر دقیق تر نگاه کنید چند چیز عجیب توجه شما را جلب خواهند کرد. مثلا چندین لوکوموتیو دیزلی در جلوی قطار و گنبدهای کوچک روی سقف قطار برای ارتباطات ویژه. کرملین حتی تصاویری از اتاق کنفرانس داخل قطار نیز منتشر کرده. اما برای مدت طولانی هیچ کس نمیدونست بقیه قطار چه شکلیه تا زمانی که یک افشاگر دست به کار شد. طبق این افشاگری ها قطار به شدت زرهی و ضد گلوله است و همین باعث شده که آنقدر سنگین باشد که هر واگن به جای 4 محور استاندارد به 6 محور نیاز داشته باشه. این قطار دارای همه نوع واگنی هست: واگن رستوران، واگن باشگاه ورزشی و حتی واگن سالن زیبایی. این قطار دارای ایستگاه‌های اختصاصی خودش هم هست. چند ایستگاه قطار به طور خاص برای پوتین طراحی شدن، نزدیک کاخ‌ها، اقامتگاه‌ها و خانه‌های او. علاوه بر همه اینها، طبق گفته سازمان‌های اطلاعاتی غربی، پوتین دست کم 3 بدل دارد. گفته می شود این افراد جراحی پلاستیک انجام دادند تا دقیقاً شبیه او به نظر برسند. البته که روسیه این ادعاها را رد می کند. یک افسر اطلاعاتی روسی می گوید در واقع بدل واقعی وجود ندارد، اما نوع عملیات پوششی انجام می شود. همکارانش یک هواپیما می گرفتن، یک ماشین می گرفتن، کسی رو می گذاشتن که کمی شبیه پوتین به نظر می رسید و مطمئن می شدن که همه ببینن دارد سوار هواپیما می شود و بعد آن هواپیما به جای مثلا مسکو پرواز می کند. اما ولادیمیر پوتین واقعی در همون جا، در خانه‌اش یا در محل کارش قرار دارد.